امروز تقریبا ساعت‌های 18:00 با وقت دوشنبه پهلوان دیگری تاجیک محمد مراد عبدالرحمانوف با رقیب خود ورزشگری کوبگی مندوزا الکس روی تاتمی المپی میبراید. این اولین رقابت محمد مراد عبدالرحمانوف در دور انتخابی مسابقه جودو در بازی‌های تابستانه المپی ریو 2016 میباشد و عین حال پهلوان تاجیک در برزیلیا پیوسته تمرین‌های خویش را ادامه می‌دهد. گزارش همکاران ما از شهر ریو د ژانیرو برزیلیا. محمد مراد عبدالرحمانوف چنین نوشته داد که پایان از آن تجیکا آمده است. امروز پهلوان ما را با چنین شکل تجیکا برای تاتمی میبرد. مندوزا الکسی کوبی رقیب دور اول محمد بوده. در گروه اس برای برآمدن از دور 132 فینال با او رقابت میکند. تالاری تمرینگاه جودو ساعتی که محمد برای این رقابت آخرین آمادگیش را پرزور میکند، حلقه او را فارسی زبانان از جمله پهلوان ایرانی و یگانه اشتراکی از افغانستان فرا گرفته در اجرای استفاده و آموزش اصولها رنج نمیبرد و آزادانه با هم آموزش میگذرانند. پهلوان ایرانی جاوید محجوب که یک مدت در تاجیکستان با محمد مشق کرده است از او می‌دارد و در این دیدار با او موفقیت نیز تمنا میکند. محمد عبدالرحمانوف پهلوان بزرگ تاجیکستان، افتخار دارم که با ایشون دوست هستم و امیدوارم که فردا زمانی که با کوبا مسابقه داره انشالله حریف کوبایی رو ببره و به دور بعد بره. یکی افتخار است که محمد عبدالرحمانوف به المپیک آمده برای تاجیک، برای فارسی زبانان. من افتخار میکنم که دوستی مثل پهلوان عبدالرحمانوف دارم. امیدوارم که انشالله مدال المپیک در گردنش ببینم و افتخار بشه برای تاجیکستان. محمد تشویق باشد، یگانه جودوکار و یگانه ورزشکار است که افغانستان را در این معرکه ورزشی معرفی کرده است. او نیز در تمرین های آخرین محمد هم پهلویش بوده آرزوی غالبیت او را دارد. هرچند ورزش پیشگویی ندارد، اما سلسله گرانپری های چین یک مرتبه محمد مراد را بر مقابل این ورزشکار کوبی دست بالا کرده است. آمار نشان می‌دهد که محمد مقام اول در چمپیونات کشاده آسیا دارد و رقیب دو زینه همیشه از او پایان است، یعنی همیشه جایگزینی زینه سوم در چمپیونات های پن آمریکایی. اما این قهرمان ما را فارغبال نکرده، برعکس اراده و متانتش را قوی تر می سازد به این رقابت. بهتر است آمادگی ها بله خیلی بهتر است. ما یک بسیار آمادگی قریب 2 ماه پیش از بازی المپیک آمادگی خوب دیدیم و باوری دارم که غالب می شوند. من با حریف کوبگی در مسابقات سلسله گرانپری های دولت چین واخورده بودیم، من غالب برآمده بودم. باشد که آن لحظه دست بالا برای محمد باز دوباره تکرار شود و حقوق دورهای منبعه را او پیدا کند. ما باشیم با او در این جوده برار میخواهیم. وقت باشد نقش داور است. مراد علی تشایف و علی شریفوف از ریا مخصوص برای شبکه ورزش. بینندگان عزیز، شما می توانید هنرنمایی محمد مراد عبدالرحمانوف را ساعت 18:00 با وقت دوشنبه مستقیما طریق تلویزیونی ورزش تماشا کنید و همزمان این تهمتن تاجیک را دستگیری نمایید. ایرانی جاوید محجوب که یک مدت در تاجیکستان با محمد مشق کرده است از او می‌دارد و در این دیدار با او موفقیت نیز تمنا می‌کند. محمد عبدالرحمانوف پهلوان بزرگ تاجیکستان، افتخار دارم که با ایشون دوست هستم و امیدوارم که فردا زمانی که با کوبا مسابقه داره انشالله حریف کوبایی رو ببره و به دور بعد بره. یکی افتخار است که محمد عبدالرحمانوف به المپیک آمده برای تاجیک، برای فارسی زبانان کرده است. آمار نشان می‌دهد که محمد مقام اول در چمپیونات کشاده آسیا دارد و رقیب دو زینه همیشه از او پایان است، یعنی همیشه جایگزینی زینه سوم در چمپیونات های پن آمریکایی. اما این قهرمان ما را فارغبال نکرده، برعکس اراده و متانتش را قوی تر می سازد به این رقابت. بهتر است آمادگی ها بله خیلی بهتر است. ما یک بسیار آمادگی قریب. من افتخار میکنم که دوستی مثل پهلوان عبدالرحمانوف دارم. امیدوارم که انشالله مدال المپیک در گردنش ببینم و افتخار بشه برای تاجیکستان.
محمد تشویق باشد. یگانه جودوکار و یگانه ورزشکار است که افغانستان را در این معرکه ورزشی معرفی کرده است. او نیز در تمرین های آخرین محمد هم پهلویش بوده آرزوی غالبیت او را دارد. هرچند ورزش پیشگویی ندارد، اما سلسله گران پری های چین یک مرتبه محمد مراد را بر مقابل این ورزشکار کوبی دستمال. امروز تقریبا ساعت‌های 18:00 با وقت دوشنبه پهلوانی دیگری تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف با رقیب خود ورزشگری کوبگی مندوزا الکس روی تتمی المپی میبراید. این اولین رقابت محمد مراد عبدالرحمنوف در دور انتخابی مسابقه جودو در بازی‌های تابستانه المپی ریو 2016 میباشد و عین حال پهلوانی تاجیک در برزیلیا پیوسته تمرین‌های خویش را ادامه می‌دهد. گزارش همکاران ما از شهر ریو د ژانیرو برزیلیا. محمد مراد عبدالرحمنوف چنین نوشته داد که پایان از آن تجیکه آمده است. امروز پهلوانی ما را با چنین شکل تجیکه برای تتمی میبرارد. مندوز الکسی کوبی رقیب دور اولی محمد بوده. در گروه اس برای برآمدن از دور 132 فینال با او رقابت میکند. تالاری تمرینگاه جودو ساعتی که محمد برای این رقابت آخرین آمادگیش را پرزور میکند، حلقه او را فارسی زبانان از جمله پهلوانی ایرانی و یگانه اشتراکی از افغانستان فرا گرفته در اجرای استفاده و آموزش اصولها رنج نمیبرد و آزادانه با هم آموزش میگذرانند. پهلوانی